آخوند مشرک. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. يا سيدتنا ويا مولاتنا، يا ابنة رسول الله، يا ابنة أمير المؤمنين، يا ابنة فاطمة الزهراء، يا أخت الحسن والحسين، ويا أخت قطيع الكفين، إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله، وقدمناك بين يدي مرضى المؤمنين والمؤمنات، وحوائج المؤمنين والمؤمنات، وعازب المؤمنين والمؤمنات. بیننده عزیز، این آخوند رافضی بقالی میگوید: ای سرور ما و مولای ما، ای دختر رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، ای دختر امیر المؤمنین، ای دختر فاطمه زهرا، ای خواهر حسن و حسین و ای خواهر کسی که دو دستش قطع شده، ما به تو روی آوردیم و یک جا جمع شده ایم و تو را بین خود و الله وسیله قرار می دهیم و تو را پیشرو بیماران و حاجتمندان و بینوایان مرد و زن مؤمن قرار می دهیم. اما الله متعال می فرماید: إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين ألا لله الدين الخالص والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. بیگمان ما کتاب را به حق بر تو نازل کرده ایم، پس الله را پرستش کن و دین خود را برای او خالص گردان، بدان که پرستش ناب و خالصانه از آن الله است و کسانی که به جای او دوستانی گرفته‌اند میگویند ما آنان را پرستش نمی کنیم مگر برای آن که ما را به الله نزدیک گردانند. الله میان ایشان درباره چیزی که در آن اختلاف می‌ورزند داوری خواهد کرد. بیگمان الله دروغگوی ناسپاس را هدایت نمی کند. در اعتقادات صدوق صفحه 74 از امام رضا رحمه الله و سایر ائمه روایت شده است که ایشان همواره در دعاهای خیش فقط و فقط به الله متعال متوسل می شدند و از غلوی که در حق ایشان صورت می گرفت براءت می جستند و می فرمودند: اللهم إني أبرأ إليك من الحول والقوة ولا قوة إلا منك. اللهم إني أبرأ إليك من الذين ادعوا لنا ما ليس لنا بحق. اللهم إني أبرأ إليك من الذين قالوا فينا ما لم نعلمه في أنفسنا. اللهم لك الخلق ومنك الأمر وإياك نعبد وإياك نستعين. اللهم إنا عبيدك وأبناء عبيدك لا نملك لأنفسنا نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حیاتا ولا نشورا. پروردگارا، من بیزاری می جویم به سوی تو از این که خود را صاحب قدرت و توانایی بدانم. هیچ توانایی نیست مگر از تو. پروردگارا، من بیزاری می جویم به سوی تو از کسانی که درباره ما ادعای اموری را کردند که ما را در آن حقی نیست. پروردگارا، من بیزاری می جویم از کسانی که چیزهایی درباره ما گفتند که ما از آنها بیخبریم. پروردگارا، تو راست آفرینش و از سوی توست فرمان
و ما تنها تو را عبادت می کنیم و فقط از تو یاری می جوییم. پروردگارا، ما بندگان و فرزندان بندگان تو هستیم که برای خود مالک هیچ گونه سود و زیان و مرگ و زندگی و رستخیز نیستیم.